فقط یه کشور نی، یه فرهنگه، یه تمدنه، یه هویته، یه ملته. ایران یه گربه خوابیده تو غرب آسیا نی، یه شیر بیداره. ببخش که فقط دیدیم نیمه خالی لیوانو، ببخش که نفهمیدیم معنی واقعی ایرانو، ببخش که نپرسیدیم احوال خونواده شهیدا رو، نه نمازو درست فهمیدیم، نه قرآن و نه ایمانو، ببخش که فکر گل زدن خودمون بودیم همه وقت بازی رو، پشت میزان نشستیم و رد شدیم امتحان سخت قاضی رو، جای این که پشت هم باشیم هر کدوم یه سازی رو خواستیم زدیم، یاد گرفتیم فقط چاپلوسی و سن